در این موسم یک پورتو و دیگر دستایی هستند که فوتبالبازان جوان رو تربیت میکنن و با همین طرز آنها رو با توپ دستا میفروشن. ملکه از فرد و بازی‌های دوری 19 شروع می‌گردند. چلسی در خط حمله است. اولین ضربه رو ماس مهمانان میزنند. میسن ماونت ضربه دید. بعد برگشتنش بوس هم لات برداشت. با هجوم میرود ناتینگهام فورست. توجه میکنیم با هجوم میزبانان. ضربه و آریساپالاگا توپ رو برمیگرداند. یک ضربه دیگر. ضربه دیوم نه چندان سخت بود. آنها اعلام میکند در توییتر خود خبر داد که بنوا در توبستان توجه میکنه سرول با این هجوم. ضربه تو با پالوی دروازه نه بعد تیر دروازه برمیخورد و رایم استرلینگ حساب رو میکشد در دقیقه 16 رقابت. 0-1 چلسی پیشرفت گردید. هدرسون منتظر چهارم است. باز این فوتبال با کارت زجر داده می شود. کای هاورتز میموند. فورست چلسی حساب 0-1. اسپلیکویتا ضربه یو و ضربه کنج بازی ناتینگهام فورست و چلسی روی وقت را کشال دادن. جینیو در دو کنار بازی میکند. استرلینگ 17 و 10 باشد. پولیشیچ ابونی ضربه یو اولین ضربه مستقیم رو فورست میزند در آغاز قسمت. تیری دروازه کمک میرساند برتافت میسن ماونت. یک هجوم دیگر ویلی بولی پاس میدهد ابونی و جانسون میتواند بسیار امکانات خوب باشد برای ناتینگهام فورست. جانسون ضربه یو و کپا آریساپالاگا. جانسون میتوانست توپ را به ابونی رواند. فوتبالبازان چلسی گیبس وایت هجوم ادامه دارد. ضربه اوریه ولی خط 37 میلیون بازیگری ناتینگهام فورست هجوم نوبتی خود را چلسی با آمدن بسیار مشکل است. ضربه و گل حساب برابر میگردد. 1-1 سرژ اوریه با زدن گل دست یافت در دقیقه 60.